سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. تو این ویدیو کوتاه میخوام بهتون بگم که کار ما دقیقاً چیه و ما چه کاری انجام میدیم. همیشه اطرافیان ما کسایی هستن که یک سری قیمت ها خبر دارن. یکی تو کار ساخت و سازه، میدونه قیمت خونه چه زمانی میره بالا. یکی تو کار خودروه، میدونه چه زمانی قیمت ها میره بالا. یکی تو کار دلار، سکه، طلا و از قیمت ها خبر دارن و این افراد همیشه سود میکنن، میدونن چه زمانی خونه بگیرن، چه زمانی بفروشن، چه زمانی ماشین قراره بره بالا. قبلش میخرن، وقتی رفت بالا میفروشن و همینطور دلار، سکه، طلا. اما این بازار سنتی چند تا عیب داره. یکی این که شما به سرمایه خیلی زیادی نیاز دارین تا بتونین توی این زمینه‌ها سرمایه گذاری کنین. یه خونه بخواید سرمایه گذاری کنین، حداقل یکی دو تومن باید پول بذارین و ماشین و همینطور سکه، دلار و طلا. و عیب دومش اینه که خیلی زمان میبره تا اون سودی که میخوایم ما بهمون بده. خیلی طول میکشه، شاید 6 ماه، شاید 1 سال زمان میبره تا سود دلخواهمون رو بهمون بده. اما کار ما سرمایه گذاری و پیش بینی قیمت در بازارهای مجازی هستش، مثل بازار فارکس که قدیمی ترین و پرسودترین و مطمئن ترین بازار مالیه، و بازار ارزهای دیجیتال و بازار بورس ایران که ما داخل بازار فارکس مثل جفت ارزها، مثل فلزاتی مثل طلا، نقره، نفت جهانی، شاخصها رو معامله میکنیم. داخل بازار کریپتو ارزهای مختلف مثل بیت کوین، مثل اتریوم، مثل ریپل و باقی ارزها رو معامله میکنیم. و داخل بورس ایران که سهام شرکت‌های مختلف رو ما معامله میکنیم. حالا مزایای این کار ما چیه؟ اول اینکه برخلاف بازار سنتی شما با کمترین سرمایه هم میتونید درآمد داشته باشی، یه درآمد خیلی خوب. دیگه نیازی نیست مثل اونجا اون همه سرمایه بذاری که بتونی یک سودی داشته باشی. اینجا میتونی با کمترین سرمایه ممکن هم درآمد داشته باشی. دوم، هیچ محدودیت زمانی و مکانی تو این بازار نیست. اینکه حتما تو یک مکان خاصی باشی، اینکه حتما تو یک تایم خاصی باشی. شما 7 روز هفته توی 24 ساعت شبانه روز هر وقت که دلت خواست میتونی تو این بازار فعالیت بکنی و درآمد خودت رو داشته باشی. بعدش اینه که هیچ محدودیت سنی نداره. شما توی هر سنی که باشی میتونی تو این بازار فعالیت داشته باشی و درآمد داشته باشی. و کار با این بازار انقدر ساده هسته که ما الان توی دوره قبل توی سن 56 سالگی هم داشتیم که توی این دوره شرکت کردم و درآمد داشتم، و سن کم 15 سالگی هم داشتیم که شرکت کردم و درآمد داشتم و هیچ محدودیت سنی وجود نداره. و تنها ابزاری که شما نیاز داری یک گوشیه که با یک گوشی میتونی هر جایی که هستی حداقل روزی 500,000 تومان برای خودت درآمد داشته باشی. حالا من اومدم که بیش از 4 سال تجربه‌ای که توی این بازار داشتم و همه اساتید مطرحی که توی این بازار هستن رو من کلاساشون رو شرکت کردم. حالا اونایی که حضوری داشتم به صورت حضوری و اونایی که مجازی داشتم من همه رو رفتم. از استاد هلاکویی بگیر، استاد حسینی بگیر، استاد پورصمدی بگیر، استاد آدم مرادی بگیر، خانم حکمتی بگیر، هر استادی که بگین من کلاساشو رفتم و بیش از 100 میلیون بابت شرکت توی این کلاس ها تا حالا هزینه کردم. حالا نتیجه این بیش از 4 سال تجربه و این همه هزینه که برای کلاس ها کردم شده 10 تا روش، که این 10 تا روش وقتی شما یاد بگیرین دیگه نیاز به هیچ آموزشی، نیاز به هیچ هزینه‌ای ندارید و این 10 تا روش رو توی بازار پیاده میکنین و راحت میتونین اون سود دلخواه خودتون رو به دست بیارین. دیگه نیازی نیست مثل ما عمرتون رو این همه صرف بکنید برای یادگیری، این همه هزینه بکنید. فقط کافیه همین 10 تا روش رو توی بازار پیاده بکنید و سودتون رو به دست بیارید. حالا کار ما دقیق‌تر چیه؟ کار ما تشخیص روند قیمت توی بازارهای مختلفه که تشخیص میدیم آقا چه زمانی قراره مثلا طلا بره بالا، اون پایین میخریمش، وقتی رفت بالا سود میکنیم. چه زمانی قراره بیت کوین رشد داشته باشه، قبل از اینکه رشد داشته باشه میخریم و اون بالا میفروشیمش. کار ما تشخیص روند قیمته. یعنی شما این 10 تا روش رو توی بازار پیاده میکنی و راحت به سود میرسی. وقتی این 10 تا روش رو یاد بگیری دیگه نیاز به هیچ آموزشی نداری، چون فقط همین 10 تا روش رو توی بازار پیاده می‌کنی و درآمد خودت رو دست میاری. حالا چطور میشه اطمینان کرد به حرف ما؟ بالاخره از این آموزش‌ها زیاده. نتیجه حرف ما، نتیجه این 10 تا روش شده سودی که بچه‌های دوره ما در کمتر از 20 روز، یعنی 17 اسفند اولین دوره ما که استارت خورد، قبل از 7 فروردین این عکس سود بچه‌ها، تاریخاشون نگاه کنید، بعضی 24 اسفند، 25 اسفند عکس سودشون رو برام فرستان که میتونید الان متنشون رو بخونید، پیام هایی که به ما دادن رو بخونید که پول دوره رو چقدر زود به دست آوردن. نگاه کنید این پیام دوستانه
که چقدر به ما لطف داشتن و عکس سوداشون رو برای ما فرستادن. کار توی بازار مجازی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال خوبیش اینه که به دلار سود میکنی و الان که من دارم ویدیو ضبط میکنم دلار هولوش 50,000 تومنه که شما $1 سود بکنی برابر با 50,000 تومن. الان دوستان اینجا $21 اینجا $7 سود کرده که اینو ضرب در 50,000 تومن میکنه بس میشه سود شما از این بازار. این کار ما در بازار مجازی معامله گری هستش که ما 0 تا 100 این 10 تا روش رو بهتون یاد میدیم که شما هم بتونید به سود برسین. خیلی دوستتون دارم. خدا